سلام دوستان عزیز، به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. من سید وایتی هستم، به کانال من خوش اومدید. یه ویدیو جدید و یه گردونه دیگه. فکر کنم گردونه اسکرین مشت اومد. من صبح بیدار شدم دیدم که آره یه گردونه، مثل که دیشبم خودم میدونستم قراره یه گردونه جدید بیاد. الان نمیدونم چون بعضی میگفتن قراره یه چیز دیگه بیاد. بعد یه چنل گذاشته بود اسکرین مشت، من گفتم حالا بیدار بمونم ببینم چی میگه. خوابم برد تا ساعت 9. بعد بیدار شدم، سریع رفتم دیدم آره اسکرین مشت اومده، ویدیوشم بگیرم و بذارم تو چنل. الان فکر کنم شما روش ساعت 2 3 4 همین حدودا ویدیو رو ببینید. امیدوارم که حداقل با اسپین حداقل یکی مونده با خاص سنوات نوتایی بده. اون مالوش 1.500 همین حدودا بکنم چه میبره، همین 1.500 و 600 واسه نوتایی که اصلا نمیده هیچ. اصلا رو اسپین نوتایی 40 نوتایی و 90 نوتایی اینا اصلا حساب باز نباید بکنیم ما. اون هم رو اکانتی که هیپ هاپ داره اصلا نمیده. چون جدیدن گارنا خیلی سخت گیر شده. اون چرا قبلا بعضیا بالاخره مثلا من زیاد نمیدونم کسی آفر 90% بگونه. قدیم خیلی 90% ها میخوردن بچه‌ها. اصلا عجیبه واقعا. لاکی رویال یه اسپین بزنیم البته هرچند که هیچ تأثیری نداره، ولی خب بازم بالاخره شاید یک درصد یک شانس ما رو کنه. خوبه همه رو چشتبر داد. یه اسپین بزنیم 20 تا 3 تا موندی دیگه، 3 تا آیتم موندی دیگه. جان من بده بش اسپین آخر نرو جیمشو دارم، ولی همینجوری ما میرم آیا یه گردونه رو بالاخره به ما با یه دونه اسپین آخر نرسه میده. دیره اینکوباتر بکنم 6 تا سنگ دارم. آره اینکوباتر 6 تا سنگ دارم. ببینم اگه میتونم برم کارت اینکو بخرم امپیچلو همین تو همین ویدیو بگیرم امپیچلو. بله همونطور که حدسم درست بود رفت اسپین آخر. میام از اسکرین مشت بناسم یه اسکرین شات بگیرم و جان اسکرین مشتش خدایی قشنگ است. اسکرین مشتش قشنگ است، ولی خب هیچی اسکرین مشت آتشی نمیشه واقعا. همین هم خوشگله واقعا. شبیه تر همین لباسی که داخل توکن تاور اومده دیگه. درسته دیگه، شبیه تر همونه دیگه، کاملا شبیه شد. برم میستری شاپ. خب تو آفر کارتن کوتل. آره دیگه همه رو نگرفتم، هست داره 51 هست. یک کاجه میشه با 32 تا یک کاجه میشه دیگه. من 10 تا فعلا بگیرم. اگه با 10 تا داد که هیچ اگه نداد باید بیام دوباره بگیرم. خدا کنه با همین 10 تا بده. بابا بده دیگه. هرچی میدی روباهو نده، حداقل روباهو نده بهش. انقدر که روباه داد به ما حالمون به هم خورد از این لباسه. چند ویدیو قبلی نزدیک 5 تا 6 تا من بنر روباه گرفتم. بیا مرسی. میگم نده میده. گیری افتادیم و دوباره بنر روباه رو به من داد. باید برم چند تا دیگه بگیرم. این کواتر اینجوری نمیشه. همه رو میگیرم دیگه. همه رو گرفتم. ولش کن. حداقل برای دفعه بعدی داشته باشیم دیگه. بعد دفعه بعدی هم داشته باشیم. یکی دو تا یکی بزنم ببینم آیا میده. یکی دیگه آخرین یکی. حالا بریم سراغ 5 تایی. حاجی فقط یه دونه امپیچل سنگ نده بابا. 2 تا 5 تایی دیگه میتونم بزنم ناموسن. یه بنر امپیچل بده. بابا بنازم از بنر M10 نیاز ندارم. من همه M10 ها رو دارم، ولی خب امپیچل دمت بیام. ست زنانه رو هم میگیرم دیگه. این از امپیچل طلا. به قدیمی ترین، یعنی جزء قدیمی ترین امپیچل هست. فوق العاده است.
این جلدالا واقعا یکی از بهترین چلوی بازیه. اینم سپتامبر هم بگیرم دیگه سنگ و بنه رو داشتم دیگه حیف شد نگیرم. این روبه ها رو کلا فولم دیگه، هم زنه نمردونه فول. ای 94 رو ندارم، این 94 فقط اولیه رو دارم با دومیه فکر کنم. آره خب دوستان رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظری چیزی دارید داخل کامنت ها بگید، انتقادات پیشنهادی دارید بگید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی. یا حق.